چرا بعضی آدم‌ها همزمان با چند نفر وارد رابطه میشن؟ ببین بعضی رابطه‌ها مثل یه داستان عاشقانه شروع میشن ولی وسطش یهو میفهمی که ای دل غافل. قهرمان این داستان قهرمان خیلیا بوده. یکی از دوستان من بعد 6 ماه رابطه متوجه میشه که کسی که باهاش در ارتباط بوده و بهش عشق من میگفته همزمان با 2 نفر دیگه هم در ارتباط بوده. اولش فکر کرد که خب مشکل از خودش بوده. اصولا خانم‌ها بعد اینکه یه رابطه‌ای به مشکل میخوره خودشون رو زیر سوال میبرن که آره من کافی نبودم، شاید من کم گذاشتم، شاید به اندازه کافی زیبا نبودم و یه سری افکار این چنینی. ولی وقتی نشستیم با هم صحبت کردیم متوجه شدیم که موضوع خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ببین بعضی آدم‌ها از تایید شدن سیر نمیشن. انگار یه پیام عاشقانه، یه نگاه تحسین‌آمیز، مثل یه جرعه آبیه برای یه آدم تشنه. اینا تشنه این تایید و دیده شدن از بیرون هستن. این تشنگیه از عزت نفس پایینشون میاد، از اینکه خودشون رو فقط از دریچه نگاه دیگران ارزشمند میدونن. یک گروه دیگه هستن که از صمیمیت واقعی میترسن. ببین با چند نفر بودن براشون یعنی تقسیم کردن احساساتشون بین چندین نفر، تا اگه یک کدوم از این آدم‌ها یه روزی نبود دلشون کمتر بلرزه، احساس بد رو کمتر تجربه کنن، احساس طرد شدن و رها شدن رو kمتر حس کنن. این آدم‌ها از نزدیک شدن کامل به یک شخص فرار میکنن، چون تجربه گذشتهشون اینو بهشون یاد داده که نزدیکی بیش از حد یعنی آسیب. اینا احتمالاً تو گذشتهشون یه سری تجربه تلخی از صمیمیت‌های زیاد داشتن. یه موقع‌هایی هم پای هیجان طلبی طرف وسطه. این آدم‌ها همیشه دنبال تجربه‌های تازه هستن، دنبال آدم تازه، حس تازه. برای بعضیا این هیجان حتی شبیه اعتیاد میشه. اعتیاد به آغازهای پرشور. یعنی چی؟ یعنی این آدم‌ها اعتیاد به اوایل رابطه پیدا میکنن. یعنی یه رابطه هایی رو شروع میکنن که اون تایم اول رابطه که پرشور و پرحرارت هست رو طی کنن، از اون تایم لذت ببرن و وقتی این لذت رو به افول میره و رابطه به روزمرگی نزدیک میشه، ملایم میشه و دیگه مثل سابق نیست، اینا دیگه اون رابطه رو دوست ندارن و رابطه براشون لذتی نداره و ترجیح میدن که یا رابطه دیگه رو شروع کنن، اون رابطه رو کات کنن یهویی و برن وارد یه رابطه جدید بشن. بعضی ها هم این با چند نفر بودن رو یه راهی برای پر کردن خلاهاشون میبینن. ببین مثلا میگه یکی برام شنونده خوبیه، یکی نیاز جنسیم رو برطرف میکنه، یکی برام همراه اجتماعی خوبیه، لول داره برام. ولی از نظر این آدم ها هیچ کدوم از این اشخاص کامل نیستن. یعنی یه دید ابزاری دارن به این که هر کدوم از این پارتنرها یک چیز رو به صورت خیلی بولد و خوب در اختیار دارن و ما میدونیم که همه آدم ها کامل نیستن و هممون یه سری نقص هایی داریم و همه آدم های توی یه بعدی از زندگیشون خب خیلی پررنگتر، بولتر و موفقتر هستن و این دلیلی نمیشه که توجیهی باشه برای اینکه یه آدم کامل نیست و ما میدونیم که هیچ کس کامل نیست. وقتی از بیرون نگاه میکنیم به این رابطه فکر میکنیم که شاید این رفتار این آدم بیوفایی باشه، ولی واقعیت اینه که اغلب پشت کارهای یه همچین آدم‌های یه سری زخم‌های التیام نیافته است. سبک دلبستگی ناایمنشون، ترس‌هاشون، زخم‌هایی که حتی شاید خودشون هم ندونن و از این زخم‌ها خبر نداشته باشن. و اینجاست که ما باید از خودمون بپرسیم که آیا میخوام توی رابطه‌ای بمونم که باید همیشه جای نفرات دیگر رو پر کنم، یا بهتره که کسی رو انتخاب کنم که بتونه تمام خودش رو برای من توی رابطه بیاره. اون چه که رابطه با این آدم‌ها رو سخت میکنه اینه که این آدم‌ها دائما توی رابطه حس ناکافی بودن رو به شما تزریق میکنن
و اگر با وجود اینکه میدونی طرف مقابلت یه همچین خصوصیاتی رو داره و باهاش داری ادامه میدی، این کارت این مجوز رو به اون میده که بخواد به صورت گزینشی آدم‌های مختلفی رو کنار خودش نگه داره، صرفاً برای اینکه با یک نفر حالش خوب نیست، احساس تکامل نمیکنه و به لحاظ روحی ارضا نمیشه و هر ویژگی خوبی رو که دلش میخواد توی پارتنرش باشه رو توی یک آدم جداگونه کاندید کنه و تجربه کنه. پس بیایم اجازه ندیم که این آدم‌ها با حمایت ما به این رفتار غیر اخلاقی ادامه بدن و اگر درون خودشون احساس خلأ و نقصی میکنن، حتی اگر خودشون آگاه نیستن، بهشون این آگاهی رو بدیم و کمکشون کنیم که حتما به صورت تخصصی کمک بگیرن و این مسئله رو درون خودشون حل کنن و ریشه یابی کنن. خیلی ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه و دوست دارم که برای حمایت بیشتر از من، اگر براتون امکان داره، حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و این چنل رو به دوستانتون معرفی کنید.